امروز به درخواست خیلی زیاد عزیزان همراهمون با آموزش بلوز گره‌ای در خدمت شما و همراهان خوبمون هستیم. خیلی هم عالی، چقدرم زیباست. اجازه بدیم من اینو نشون بیننده‌های خوبمون بدم. کاری که الان خانم عمرانی قراره بهمون آموزش بدن، این بلوز خیلی قشنگه که حتما وقتی درخواستش زیاد بوده حتما تو تن خیلی قشنگ وای میست و مشتریش هم زیاده. بله هم ساده است، همین که توی تن خیلی خوش فرم تر، اینجا حالت کشیده میشه، توی تن خیلی خوش فرم تر میسته. البته این مدل ها ما الان به صورت بلوز در آوردیم، میتونیم اینو به صورت پیراهن بکنیم، یعنی قدشو بلند کنیم ماکسی، بعد اگر دوست داشته باشیم حالا برش های مختلف، حتی تیشرت هم میتونه باشه، تاپ تیشرت. بله تاپ هم میتونه باشه. اگر قد اینو بلند کنیم، حالا توی دامن من آموزش دادم، میتونیم اونو مدل ماهی بکنیم یا اینکه برش دارش بکنیم، شیش ترکش بکنیم، فقط قدش بلند میشه، شیش ترک میشه، از جای ساسونمون برش میخوره. ما الان چون گره اونو میخوایم آموزش بدیم به صورت بلوز آوردیم اینا، حالا بعدا میتونیم تغییرش بدیم، هر چی پیراهنش بکنیم، ماکسی، کوتاه، هر مدلی که دوست داشته باشیم. بسیار عالی، در خدمتتون هستم. خوش به حال شما و همه کسایی که از پس دوختن لباسای خودشون برمیان، واقعا تبریک داره. بفرمایید. من از اینجا نگاه میکنم، انشالله یه چیزایی یاد میگیرم. خواهش میکنم، بفرمایید. ما طبق آموزشی که قبلا دادیم، قبلا خدمتتون عرض کردم که ما از الگوی پایه استفاده میکنیم، روی اون هر مدل و هر برشی که بخوایم طراحی میکنیم. الان از الگوی پایه ما استفاده کردیم، یه الگوی ساده‌ای که اولین بار من آموزش دادم توی جلسه اول، الگوی بالاتنه قسمت جلو و پشت الگوشو در میاریم. قسمت پشت که به همون صورت ساده باقی میمونه، نه احتیاج به پنس داره، هیچ کار خاصی روش انجام نمیدیم. یعنی من فکر می‌کنم الان شما اگه تصمیم بگیرید در از 5 دقیقه این الگو رو میکشیم. خب فقط تنها کاری که میکنیم، چون ما این برش بلوز گره‌ای یا با پارچه های کشی برش میزنیم که توی تن خوش فرم تر بیسته، ما برای پارچه های کشی معمولاً الگو رو یه ذره کوچیک‌تر میکنیم، سایزش رو کوچیک‌تر میکنیم که توی تن خوش فرم تر بیسته. بنابراین از شانه الگومون که آماده کردیم، از شانه 1 سانتی متر داخل میشیم، از کارور 1 سانتی متر داخل میشیم، از خط سینه 2 سانتی متر میایم بالا که حلقه تنگتر بشه. اگه حلقه آستین ما تنگ نباشه، مخصوصا پارچه های کشی اگه به صورت ماکسی اونو در بیاریم سنگینی میکنه، خودشو میکشه پایین، حلقه لباسمون گشاد میشه، حلقه آستینشو. بنابراین ما حلقه رو 2 سانتی میریم بالا و 1 سانتی از سینه، 1 سانتی از کمر، 1 سانتی از باسن، اینو تنگش میکنیم. این خرچینی که من زدم اینه که بلوزمون به این صورت تنگ شده. همین کار رو برای قسمت پشت انجام میدیم. پس بنابراین ما الگومون رو یه مقدار کوچیک کردیم اینجا. حالا میخوایم اینو به صورت گره‌ای در بیاریم. اگر ما دوست داشته باشیم که یقه در طرفین گردنمون یه مقدار از گردن فاصله داشته باشه، میتونیم هر چقدر که دوست داریم از گوشه گردن وارد شانه بشیم. من الان 1 سان وارد شدم. وقتی 1 سان وارد شانه میشیم، از این طرف 1 سان شانه داخل شانه شدیم، از این طرف هم 1 سان. بنابراین یقه ما 2 سان گشاد شده. میتونیم اگه دوست داشته باشیم بیشتر وارد شانه بشیم. بعد از اینکه این 1 سان تا وارد شدین، حالا میخوایم حالت برشی اون رو درست بکنیم، حالت گره‌ای اون رو برش بزنیم. از خط سینه 4 سانتی متر پایین میایم، موازی با خط سینه اینجا یه خط میکشیم. این 4 سانتی متر که پایین اومدیم، موازی با خط سینه اینجا یه خط کشیدیم. حالا همین الگومون رو اینجا اندازه میذاریم، هر چقدر که این الگوی ما از خط مرکزی جلو تا این خطچینی که تنگش کردیم، الگو رو یه مقدار کوچیک کردیم، هر مقداری که بود همین مقدار این خط رو ادامه میدیم، از الگو میریم بیرون. پس بنابراین این خط کاملا قد اهم اندازه قسمت جلوی الگومونه، این اندازه است. این خط که بیرون رفتیم 8 سانتی متر پایین میای. بعد از اینکه 8 سانتی متر پایین اومدین، سر خطکش رو روی این خط قرار میدین، 16 سانتی متر بالا میریم. یعنی این 8 سانتی متری که پایین اومدیم به اضافه 8 سانتی متر 16 سانتی متر بالا میریم. ببینید کاملا اینجا یه زاویه قائمه وجود میاد. سر خطکش روی خط اوریبیه که اینجا کشیدیم. از این نقطه با خطکش وصلش میکنیم به گوشه گردن، همون 1 سانتی متری که داخل شده بودیم. فقط به خاطر اینکه این
چون حالتی گره پیدا میکنه، اگر میخوایم گرمون حالتی کشیدگی نداشته باشه 2 سانتی متر از این خط بیرون میریم و اینو به اینجا وصل میکنیم. الگوی گره‌ای به همین سادگی درآورده میشه. حالا ما میایم چه کار میکنیم؟ از این خطی که ما 4 سانت از سینه اومدیم پایین، این الگومون رو برش میزنیم، جدا میکنیم. به این شکل درآورده میشه. الگو رو الان جدا کردیم. قسمت بالا گرهش به این صورت درآورده شده، قسمت پایینش هم اینطوری. حالا اگر لباس شما ماکسی باشه، فقط تنها کاری که میکنیم ما به قد این اضافه میکنیم، یا شانل باشه هر اندازه‌ای، میدی باشه هر اندازه‌ای که بخوان، به قد این اضافه میکنیم. بنابراین پس این مدل تنها برای بلوز نیست، برای پیراهن هر مدل، شانل، میدی، ماکسی هم میتونیم استفادهش بکنیم. اینو میندازیمش روی دولای باز طوری که این خط روی راسته پارچه قرار بگیره. ولی اگر احتمالا من این بلوز رو با حدوداً 70 سانتی متر هم دوختمش، 70 سانتی متر پارچه، یه تیکه پارچه داشتم اینو دوختمش، شما اگر احتمالاً پارچتون نرسید، اینو ما میذاریم روی دولای بسته در میاریم. اینجا هم که میخواد دولای بسته قرار بگیره، این تیکه های گوشه کنارش هم هر چقدر که باقی مون، اینو هر فرمی که بذاریم مشکلی نداره، چون پارچه ما کشیه، میخواد کشیده بشه. بنابراین اگه روی اوریب هم قرار بگیره هیچ مشکلی نداره. اینو میذاریم روی دولای باز، این قسمت رو دولای بسته، پشت الگوی قسمت پشت بالاتر هم روی دولای بسته قرار میدیم. اگر یه دفعه پارچتون نرسید هیچ مشکلی نداره، اینا رو دولای باز قرار بدیم، یه دوختی از وسط قسمت پشت بلوزمون میگیریم. جانم مدل رو با پارچه های معمولی حالا غیر استرجو کشی هم میشه؟ بله میشه دوخت، منتها یه مقدار اینجا روی گرهش حالت پف کردگی، چون گره‌ها کشیده میشه، اینجا کاملا رو سینه میخوابه. مثلا با ساتن دوختن هنرجوهای من یه مقدار اینجاش پف میکنه. اگه کسی دوست داشته باشه که اینجاش مقدار پف بکنه، میتونه با پارچه‌های دیگه هم بدوزه، هیچ مشکلی نداره. خب این برشی که من الان خدمتتون عرض کردم، ببخشید بعد اون 1 سانتی رو دیگه نباید، نه اون 1 سانتی رو تنگ نمی‌کنیم، حتی بعضی موقع اضافه هم یه مقدار برای لباسای مجلسی عرض کردم خدمت همراهان خوبمون که برای لباسای مجلسی یه مقدارم حتی به الگومون اضافه می‌کنیم. خب این برشی که الان ما انجام دادیم به این صورت، الگوی بالاتنه رو از خط سینه 4 سانتی اومدیم، اینو برش زدیم و به این صورت این برشمون در آورده شد. قسمت پایین بالاتنه که اینه روی دولای بسته قرار گرفته، قسمت بالای بالاتنه روی دولای باز قرار گرفته. اگر لطف کنین این مشخصه. من میتونید دستتون میخوایم من بیام؟ نه اگر کنار هم باشه. این قسمت بالای بالاتنه است که روی دولای باز قرار گرفته که حالت گره میشه. اینم قسمت پایین بالاتنه است که برش زدیم که روی دولای بسته، این قسمت روی دولای بسته قرار گرفته و یه جلوی کامل از زیر سینه حدوداً 4 سانتی زیر سینه یه جلوی کامل برش خورده. حالا ما می‌خوایم این گره رو درست کنیم. فقط الان تنها کاری که ما می‌خوایم بکنیم برای درست کردن این گره، این برشی که ما اینجا داریم درست سر این زاویه رو، اینجا ببینید یه زاویه داره، از این زاویه 1.5 سانتی متر اینور، 1.5 سانتی متر اینور یه چرت کوچیک میزنی. این چرت کوچیکا بعد از اینکه پارچه رو یک لا کردیم، این قسمتی که اینجا چرت خورده اینو تو میذاریم. این برای قسمتی که میخواد گره بشه که بعداً این گرهمون کاملا تمیز دوخته بشه و پارچه ریش مشخص نباشه. البته چرا من زاویه رو نمیبینم؟ اینجاست. این زاویه اینجاست. من دارم روبروش نه این زاویه‌ای که اینجاست 1.5 سانتی متر اینور، 1.5 سانتی متر اینور روی زاپاس پارچه اینجا یه چرت میزنیم. الان این پارچه ما اینه دیگه، درسته؟ من سر این زاویه رو 1.5 سانتی متر اینور، 1.5 سانتی متر اینور اینو چرت زدم. این 3 سانتی متر رو تو میذاریم. بعد از اینکه 3 سانتی متر رو تو گذاشتیم، اینجا تنها کاری که می‌خوایم بکنیم، خط اوریبی که از گوشه گردن ما اومدیم اینم باید حتما تو بذاریم، به خاطر اینکه بعد از اینکه این گره درست بشه دیگه نمیتونیم اینو به داخل برش گردونیم. پس اینم تو میذاریم. اگر خواستین یه پسوز کوچیک روی اون، پسوز تقریبا شل، نباید خیلی صف باشه چون کشیده میشه، روی اون انجام میدین. اگرم خواستین زامفیکس بذارین، منتها زامفیکس که بذارین این حالت کشیدگی رو از این پارچه میگیره. ما میام زامفیکس رو تیکه تیکه میذاریم، یعنی 4 سانتی زامفیکس میذاریم، اینو میچسبونیم، 4 سانتیشو نمیذاریم، دوباره 4 سانتی دیگه. این 4 سانتی که زامفیکس رو فاصله دار بذاریم باعث میشه که این پارچه قشنگ کشیده بشه. بعد از اینکه این کار ما انجام دادیم، الان
بالاتر. این کارو به خاطر تمیزی توی دوخت میکنه. یقه میخواد اینجا. الان ببینید این قسمتی که من گفتم اینجاست. این خطی که خط اوریبی که ما داریم این خط میفته روی یقه. بله این خط یقه است با این خط پایین گرمو به این صورت. حالا ما میایم چه کار میکنیم؟ ناشی بودن من باعث میشه که کسایی هم که مثل خودم ناشیان یه چیزی یاد بگیرن. خواهش میکنم. اتفاقا خوبه، سوالاتون خیلی خوبه. خب این قسمت بالاتنه، قسمت جلوی بالاتن است. ما تنها کاری که ببینید این الان حلقه های بالاتن است به این صورت قرار گرفته. ما تنها کاری که میکنیم این دو خط رو میاریم با هم دیگه میدوزیم. این دو خط با هم دیگه اینطوری دوخته میشه. از خط پهلو شروع میکنیم. این دو خط رو با هم دیگه تا دم این 3 سانتی که علامت زده بودیم به هم دیگه میدوزیم. پس الان خطی که من دوختم ببینید روی الگو این خط رو برگردوندم اومد اینجا، این خط اینطوری برگشت اومد اینجا، این خط رو به این خط با هم دیگه میدوزیم تا دم این 1.5 سانتی متری که علامت گذاشتیم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم دیگه خیلی راحت گره اون درست میشه. اینو ما برگردوندیم به این شکل. حالا این قسمت رو میام از داخل این حفره‌ای که اینجا گذاشته بودیم برش میگردونیم، ردش میکنیم به این شکل. اینو ردش میکنیم، دوباره مجددا این خطی که اینجا خدمتتون عرض کردم باید برگرده به این خط بدوزیم. این خط رو دوباره مجددا برش میگردونیم تا سر اون 1.5 سانت دوباره میدوزیمش. یه دوخت ساده. اینو ما میذاریم زیر چرخ درست تا سر این 1.5 سانتی که اینجا چرت زده بودیم اینو میدوزیم تا انتهای کار میدوزیم. اگر تا انتها ندوزیم یه حفره سر گرمون ایجاد میشه. بنابراین اینو کاملا تا انتهای کار میدوزیم به این شکل میشه. ببینید الان این گره کاملا اینجا مشخص شد. این قسمت سرشانه این یقمونه که گفتم قبلش باید تو بذاریم، این قسمت کاملا اینجا مشخص شده. حالا میخوایم به قسمت پایین وصلش کنیم. برای وصل کردن به قسمت پایین من دستم مشخصه چون این خیلی این قسمت رو میدیم بالا. این زاپاسی که اینجا داریم این خط رو باید به این خط بدوزیم. تنها کاری که ما میکنیم ببینید این گرمونه، این قسمت رو میدیم بالا. این زاپاسی که این زیر قرار داره به این برش قسمت پایین بلوزمون این قسمته، به اینجا میخوایم وصلش بکنیم. بنابراین اینو به این صورت میذاریم و اینا رو به هم دیگه همه رو با هم دیگه یه چرخ میکنیم. خیلی ساده است. در این حال که ساده است بعضیا فکر میکنن که مشکله. گره رو که اول نگاه میکنن فکر میکنن کار سختیه، ولی وقتی انشالله انجام بدن میبینن که خیلی راحت این دوخته میشه. این قسمت این برش رو به اینجا وصل میکنیم با یه دوخته خیلی ساده. یه دوخته ساده ما اینجا میدیم و اینو به هم دیگه وصلش میکنیم به این شکل. خب بعد از اینکه ما اینو دوختیم ببینید به این صورت گره کاملا اینجا به این صورت این گره کاملا اینجا درست شد. حالا این 16 سانتی متری که من اینجا خدمتتون عرض کردم که باید 16 سانتی متر باشه، اینا چینش میدیم اینجا توی خط پهلو میذاریمش. این قسمت هم چینش میدیم توی خط پهلو میذاریم. جلوی بلوزمون به این صورت آماده که بشه دیگه ما کار خاصی نداریم. قسمت پشت بالاتنه رو روی پارچه به روی پارچه قرار میدیم به این شکل. روی پارچه به روی پارچه قرار میدیم. عینه بالاتنه ساده فقط درز سرشانه و خطای پهلو دوخته میشه. این 16 سانتی متری که اینجا خدمتتون عرض کردم اینو میتونین هم به حالت چیندار توی خط پهلو وصل کنین هم به حالت ساده، هیچ فرق نمیکنه. اگه دوست داشته باشن چین میدن، اگه نه که به این صورت ساده وصل میکنن.